سلام به کانال فرافیلم خوش اومدید. خوشحال میشم با اولین ویدیو با ما همراه باشید. در این ویدیو فیلم رستگاری در شاوشنگ را بهتون معرفی میکنیم با کارگردانی و نویسندگی فرانک دارابونت که در سال 1994 منتشر شد. فرانک دارابونت در سال 1987 حق انتشار داستان استیون کینگ را خریداری کرد، اما توسعه فیلم را تا 5 سال بعد آغاز نکرد. بودجه 25 میلیون دلاری برای ساخت رستگاری در شاوشنگ را تهیه کرد و مراحل پیش از تولید آن را در ژانویه 1993 آغاز کرد. این فیلم بر اساس داستان کوتاهی از استیفن کینگ ساخته شده. داستان تیم رابینز در نقش اندی را روایت می‌کند، یک بانکدار موفق که به جرم قتل همسرش و معشوقش به حبس ابد در زندان شاوشنگ محکوم می‌شود. او در این محیط سخت و خشن با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود. اندی به سرعت می‌فهمد که تنها راه بقا در زندان برقراری دوستی و همکاری با دیگر زندانیان است. در زندان او با ردفورد که یک زندانی با تجربه است آشنا می‌شود. ردفورد به عنوان راوی داستان تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارد و دوستی عمیقی بین این دو شکل می‌گیرد. اندی با استفاده از مهارت‌های مالی خود به زندانیان و حتی مسئولین زندان کمک می‌کند و به تدریج احترام و اعتماد دیگران را جلب می‌کند. رستگاری در شاوشنگ در زمان اکران موفقیت تجاری چندانی نداشت، اما به مرور زمان به یکی از محبوب‌ترین و تحسین شده ترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل شد. این فیلم از نظر منتقدان و تماشاگران به شدت مورد تحسین قرار گرفت و در فهرست 250 فیلم برتر IMDb به رتبه اول رسیده و جوایز متعددی را نیز کسب کرده است. با داستانی عمیق و شخصیت‌های بۀاد ماندنی، این فیلم تجربه فراموش نشدنی را برای هر بیننده به ارمغان می‌آورد و پیام‌های آن همچنان در دل و ذهن مخاطب باقی می‌ماند. رستگاری در شاوشنگ یک فیلم فراموش نشدنی است که به بینندگان درس‌هایی از امید، دوستی و اراده می‌آموزد. اگر هنوز این فیلم را مشاهده نکردید، حتما آن را در لیست تماشای خود قرار دهید. ممنون از نگاه زیباتون. ممنون میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و هر گونه پیشنهادی و انتقادی دارید برامون کامنت کنید.